فروغ فرخزاد شاعری که در عمر کوتاهش دنیای شعر فارسی رو برای همیشه تغییر داد. اون در 8 دی 1313 در تهران و در خانواده نظامی و سختگیر به دنیا آمد. از همون نوجوانی روح آزادی داشت و دلش میخواست خودش رو در دنیایی نشون بده که برای زنها محدودیت زیادی وجود داشت. در سن 16 سالگی با پرویز شاپور ازدواج کرد و پسری به نام کامیار داشت. اما این ازدواج دوام نیاورد و جدایی از فرزندش زخمی عمیق در روح فروغ گذاشت. زخمی که بعدها در شعرهاش دیده میشه. نخستین دفتر شعرش به نام اسیر در 20 سالگی منتشر شد و جامعه ادبی رو شوکه کرد. زنی جوان بی‌پروا از عشق، رهایی و درگیری درونی میگفت، چیزی که در آن زمان تابو بود. بعد از اون مجموعه های دیوار و عصیان رو منتشر کرد و کم کم صدای خودش رو پیدا کرد. در دهه 30 و 40 فروغ وارد دنیای سینما شد و با ابراهیم گلستان همکاری کرد. حاصل این همکاری فیلم مستندی به نام خانه سیاه است بود. روایت انسانی و شاعرانه از زندگی بیماران جذامی که جایزه بین المللی گرفت و هنوز هم از شاهکارهای سینمای مستند ایران به حساب میاد. اما نقطه اوج کارش دفتر شعر تولدی دیگر بود. در این مجموعه فروغ از یک شاعر عاشق پیشه به شاعری فیلسوف و اندیشمند تبدیل شد. او از تولد دیگر سخن می گفت، از بازآفرینی خودش و از ایمان به فصل سرد و از امید به نوری در تاریکی. فروغ در بهمن 1345 در تصادف رانندگی جان باخت، در حالی که فقط 32 سالش بود. اما مرگ پایانی برای فروغ نبود، چون شعرهاش هنوز زنده‌اند و پر از احساس، حقیقت و جسارت هستند. در ادامه اشعار فروغ رو با صدای خودش خواهیم شنید. برای داستان‌های بیشتر چنل ما رو سابسکرایب کنید تا داستان‌های بیشتری از مشاهیر بشنوید. آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین‌ها رفت و سبزه‌ها به صحراها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و خاک مردگانش را زان پس به خود نپذیرفت. شب در تمام پنجره‌های پرید رنگ مانند یک تصور مشکوک پیوسته در تراکم و طغیان بود و راه‌ها ادامه خود را در تیرگی رها کردند. دیگر کسی به عشق نیندیشید، دیگر کسی به فتح نیندیشید و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید. میتوان همچون عروسک های کوکی بود با دو چشم شیشه‌ای دنیای خود را دید. میتوان در جعبه ماهود با تنی انباشته اسکا سالها در لابلای تور و پولک خفت. میتوان با هر فشار هرزه دستی بی سبب فریاد کرد و گفت آه من بسیار خوشبختم. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من میگیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من میگوید دستهایت را دوست می‌دارم. همه می‌دانند ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته‌ایم. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام و بقا را در یک لحظه نامحدود که دو خورشید به هم خیره شدند. سخن از پچ پچ ترسانی در ظلمت نیست، سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه و اجاقی که در آن اشیاء بیهوده می سوزند و زمینی که ز کشتی دیگر بارور است و تولد و تکامل و غرور. سخن از دستان عاشق ماست که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم بر فراز شبها ساخته‌اند.
در آستانه فصلی سرد در محفل عزای آینه ها و اجتماع سوگوار تجربه های پرید رنگ و این غروب بارور شده از دانش سکوت، چگونه می شود به آن کسی که می رود انسان صبور سنگین سرگردان فرمان ایستاد؟ چگونه می شود به مرد گفت که او زنده نیست، او هیچ وقت زنده نبوده است؟